درود به همگی، نوشا هستم. به کانال نوشا پیستری خوش اومدین. امروز اومدم یه چیز خیلی خوشمزه‌ای درست کنم. ببینینش. این کوکی خوشمزه و ترد اسمش کوکی موزی هستش. میریم که مراحل کار رو بهتون نشون بدم. اگه تو خونه موزایی که له شده و دیگه خیلی تر و تازه نیست، به درد این کوکی ما میخوره. 2 تا موز داریم توی دستور که همونطور که میدونین دستورا رو همه رو تو دیسکریپشن براتون نوشتم، من دیگه اینجا نمیگم. 2 تا موزمون رو توی ظرف میریزیم و با یه قاشق یا با چنگال، با پشت چنگال شروع میکنیم به له کردنشون. وقتی به این حالت رسید، کاملا همشون له شدن و تبدیل به یه پوره شدن، اینو میذاریم کنار. روغنی که داریم و میریزیم به اضافه شکر قهوه‌ای و شکر سفیدمون. حسابی با همزن اینا رو هم بزن. اونقدر همه رو هم میزنیم که به حالت کشدار و حجیم بشه. یه بار دورگیری میکنم موادمو و دوباره شروع میکنم به هم زدن. وقتی پوک و سفید شد، تخم مرغایی که داریم رو دونه دونه اضافه میکنیم به اضافه کمی پودر وانیل. من وانیل شکری زدم، شما میتونین عصاره وانیل هم اضافه کنین. تخم مرغ دومم هم اضافه میکنم. پوره موزمون رو توی این مرحله بهش اضافه میکنم. دوباره با همزن میزنیم. آردو که داریم بهش بیکینگ پودر رو جوش شیرینمون هم اضافه میکنیم. کمی همش میزنیم. آردم یادتون باشه که حتما 3 بار از قبل علک کنیم. حالا آروم آروم به این مواد اضافه میکنیم و میکس میکنیم.
و در آخر این دل بخواهی شکلات چیپسی هم که توی دستور گفتم میزانشو به مواد اضافه میکنیم و دوباره یکم هم میزنیم. به این مرحله که رسید همه مواد خوب با هم دیگه ترکیب شدن، با یه سلفون روی موادمون رو میپوشونیم، میذاریم توی یخچال تقریبا 1 ربع تا نیم ساعت تا استراحت کنه. بعد دوباره برمیگردم بهتون نشون میدم. دوستای عزیزم استراحت خمیرم تموم شد. الان میریم برای اینکه خمیرا رو بچینیم توی سینی رو از قبل کاغذ روغنی انداختم توش و با استفاده از یه دونه اسکوپ بستنی از خمیرمون برمیداریم و توی سینی میذاریمش. کلا بافت این خمیر خیلی نرمه، نگرانش نباشید. با فاصله اینا رو میچینیم چون موقع پخت اینا بزرگتر میشن. فرم از 1 ربع قبل از کارتون یادتون باشه که حتما روشنش کنید. دمای فرم 350 درجه فارنهایت و به مدت 10 تا 12 دقیقه میذارین داخل فر کوکیا رو که خوب پخته بشن. وقتی که دورش طلایی بشه و یه ذره زیرش هم رنگ بگیره دیگه آماده است. خب من موادی که دارم فکر میکنم 2 تا سینی میبره، بقیه‌اش هم انجام میدم و میبرم میذارم توی فر. خب دوستای عزیزم 2 تا سینی فر من آماده شد و من اینا رو الان میذارم توی فر و دوباره برمیگردم. کوکیای ترد و خوشمزه ما هم آماده شده، فقط باید بذاریم 1 ربع تو دمای محیط بمونه تا بعد بره برای مرحله سرو. دوستای خوبم کوکیای خوشمزه ما هم آماده شد. امیدوارم که حتما درستش کنین. یادتون نره عکس برام بفرستین، پیشنهادات، نظراتتون رو برام بفرستین و بهم بگین که دوست دارین تو برنامه بعدی چه چیزی رو با هم دیگه درست کنیم. از اینکه تا اینجای ویدیو با من بودین ممنونتونم. یادتون نره اون پایین سابسکرایب رو حتما کلیک کنین. میبینمتون تا ویدیو بعدی. بدرود.